أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما 9 درس از کتاب العربیة بین یدیک گرفتیم و حالا به سمع شما درس دهم را خواهیم رسانید. و درس دهم ما و شما از کتاب از صفحه 34 شروع می شود. هر کسی که کتاب دارد پس صفحه 34 را بکشاید و هر کسی که کتاب ندارد پس می تواند که از این ویدیو ببیند که ما کجا را می خوانیم و چطور ترجمه می کنیم. پس درس ما و شما از اینجا شروع می شود که الوحدة الثانی، یعنی که بخش دوم، الاسرة خانواده یا خویش و تبار نزدیک، الدرس 13 درس 13. حالا ما و شما از کتاب العربیة بین یدیک در درس 13 رسیدیم، اما از درس های آموزش زبان عربی این درس دهم می باشد. پس میگوید که التدریب الاول، یعنی که مشق یکم یا تمرین یکم، استمع، گوش کن، ثم ضع علامت صحیح فی المربع المناسبی، گوش کن پس بگذار نشانه صحیح را در چارکنجه‌ای که مناسب هست. پس ما شما این صورت را اگر نظر بیاندازیم در پیش هر یک صورت چارکنجه جایهای هسته. پس میگه در اینجا علامت صحیح را بگذار. وقتی که کسی که ضبط داشته باشد، یعنی که آوازی این کتاب را داشته باشد، پس میگه که رقم 1 والدون، مثلا رقم 1 در 2 صورت هست، والدون کدام اینها هست، یعنی که پدر کدامش هست، پس در اینجا علامت صحیح را میگذاره. میتونه تا به آخر هر کسی که ضبط را ندارد میتواند که در اینجا نوشته بکند که اینها صورت ها چی معناها دارند. و میگذاریم به تدریب دوم. میگوید که التدریب الثانی، یعنی که مشق و تمرین دوم، این الف یعنی قسم یکمش، مشق دوم قسم یکم. اشیر الى الصورة التي تسمع اسمها، اشاره بکن به صورتی که میشنوی نام همان صورت را. مثلا در اینجا صورت ها را میبینی، کسی که ثبت این کتاب را داشته باشد پس در اینجا نام این صورت ها را مثلا میگه که یتوضا، کدام اینها از یتوضا باید این هست، یعنی که در اینجا بگذاری علامت صحیح را، یا اشاره کنی که این هست، یا قرآن کدام است، این قرآن هست، یا مثلا یقرأ، این یقرأ یعنی که میخواند. خلاصه این را باید شما خودتان کار بکنید یا نوشته بکنید. و میگذاریم به پایان این صفحه. میگه قل اسم سوره التي یشیر الیها المدرس، بگو نام صورت را که اشاره میکند به سوی همان صورت مدرس. مدرس به کدام صورت اشاره میکند اون را بگو. مثلا این چی هست شما باید بگویید، یعنی که عکس است. مثلا این چی هست ولدن هست. مثلا این چی هست اذان هست. مثلا این چی هست حمام هست. یا این چی هست یصلی، نماز میگذارد. خلاصه این را باید شما خودتان به عربی بگویید که این صورت ها چی می باشد. پس این بود صفحه 34 از کتاب العربیة بین یدیک. میگذاریم بعد صفحه 35. در صفحه 35 میگوید که الوحدة الثانی، یعنی که بخش دوم، الاسرة یعنی که خانواده، خویش تبار نزدیک، الدرس 13 درس 13. درس 13 از کتاب العربیة بین یدیک، لیکن ما و شما در درس دهم قرار داریم. میگوید که مفردات اضافیتون، یعنی واژه ها و کلمه های اضافی، زیاتی که تا به حال این کلمه ها را نخوانده ما و شما در اینجا اضافی گفته برای ما و شما ذکر کرد. العرض یعنی که پیشکش کردن یا پیشنهاد کردن یا تقدیم کردن. انظر واستمع واعد، نگاه کن و گوش کن و تکرار کن. پس در اینجا میگه ستتون 6، رقم 6 به عربی ستتون می شود. 7 7، 8 8، 9 9، 10 10 یا 10 10. پس در اینجا از 6 تا 10 را برای ما و شما پیشنهاد کرد. مثلا 6 7 8 8 9
عشره. پس از درسی در بخش یکم از 1 تا 5 برای ما و شما یاد داده بود، پیشنهاد کرده بود. در بخش دوم از 6 تا 10 را برای ما و شما پیشنهاد کرد. پس باید امروز یا بعد از این ما و شما دیگر تا 10 را به زبان عربی حساب کرده بیتوانیم. کسانی که نو زبان عربی را تعلیم گرفته ایستادند باید شما دیگر تا 10 را به زبان عربی حساب کرده بتوانید. و میگذاریم بعد تدریب بعدیش. در تدریب بعدیش میگه که التدریب الثانی، یعنی که مشق و تمرین دوم، صل بین العدد و صورت المناسبتی. میگه بچسبان بین عدد و صورتی که مناسب هست. مثلا این عددها هستند، در این زیر عددها و این صورت ها هست، صورت ها و باید مناسب باشد. مثلا این صورت ها را ما باید حساب بکنیم. مثلا حساب میکنیم که 1 2 3 4 5 6 7. در اینجا 7 کتاب روبرو ماندگی هست. پس در اینجا 7 رو میکنیم که کدام اینها 7 است. 7 رو میابیم و به این خط میکشیم، میچسبونیم به اینجا را. مثلا این دویمش حساب میکنیم. به زبان عربی حساب کنید بهتر و خوبتر است، در یادتون خوبتر میموند. مثلا که 1 2 3 4 5 6 7 8 پس در اینجا 8 کتاب بوده است. پس 8 را میکنیم اینجا که در کجا است. این را میبینیم که 8 هست. پس 8 را به اینجا خط میکشیم. این هم و باقی موندهش هم همینطور شما خودتون حساب کنید به زبان عربی تا اینکه در ذهنتون عربی خوب بشیند. التدریب الثانی، مشق دوم، میگه که رتب الاعداد، یعنی که مرتب کن عددها را، یعنی جابجا بکن عددها را، با ترتیب بگذار عددها را، رقمها را. مثلا که 6 در اینجا میگه که مثلا 7 9 6 10 و 8. ببینید این حالا رقمایی که ما شما گفتیم با ترتیب نیست، با ترتیب نیست. پس میگه همین را با ترتیب بگذار. مثلا بعد 6 چند میشود؟ یعنی بعد 6 رقمی 7 میآید. پس در اینجا 7 بنویس، در اینجا 8، در اینجا 9، در اینجا 10 و از اینجا اینها را ببین و در زیر خوب بنویس و خوب یادداشت کن که در ذهنت خوب بماند. و میگذاریم به تدریب بعدیش. در تدریب بعدی میگوید که التدریب الثالث، تدریب سیوم، اشیر الى العدد الذي تسمعه، اشاره کن به عددی که میشنوی. مثلا در اینجا عددها هست، عددی که میشنوی اشاره بکن. مثلا من حالا میگم که 9 کدامش هست؟ باید اشاره بکنیم. مثلا این 9. مثلا میگم که 8 کدام این 8 هست؟ این 8. مثلا میگم 6 کدام این 6 هست؟ این 6. پس همین را شما خودتون خوب یادداشت کنید و اشاره بکنید. و التدریب رابع، تدریب چهارم، میگه قل العدد المشاره، قل العدد المشاره الیه، قل العدد المشاره الیه، بگو عدد اشاره شده به سوی همون عدد را. یعنی که اشاره به کدامش؟ مثلا من حالا اشاره کردم به این رقم چند است؟ شما باید خودتون بگویید رقم چند است؟ رقم 9. این رقم چند است؟ 10. و این رقم چند است؟ 7. و این چند است؟ 8. و اینش 6. پس همینطور شما خودتون را بسیار بگویید تا اینکه همین حساب چقدر که به زبان تاجیکی میدانید انا همینطور به زبان عربی هم خوب یادداشت کرده بتوانید. پس این بود صفحه 35 از کتاب العربیة بین یدیک. میگذاریم به صفحه 36. در صفحه 36 میگه که الوحدة الثانی، یعنی که بخش دوم، الاسرة، یعنی که خانواده، خویش و تبار نزدیک، الدرس الرابع عشر، درس 14. حالا ما شما از کتاب العربیة بین یدیک در درس 14 رسیدیم، اما درس های آموزشی که ما شما ترتیب کرده استادیم این درس 10 می باشد. میگه که التراکب النحویه، یعنی ترکیب های نحوی. ترکیب های نحوی ده برای ما و شما می آورد. میگه که التدریب الاول، یعنی که مشق یکم، میگه تبادل السؤال و الجواب مع زمیلک، یعنی که رد و بدل کن سؤال و جواب رو همراهی همدرست.
کما فی المثالین، چطوری که در دو مثال هست. پس در اینجا دو مثال میارد، المثال الاول المثال الثانی. مثال یکم در میگوید که این حرف تا یعنی که طلبه یا طالب یا استودنت، میگه که این المعطف، کجاست بالاپوش یا پلتون. طلبه دیم در جواب میگه هذا هو المعطف، این همان بالاپوش است یا این همان پلتون است. بعد ببینید در اینجا فقط یک معطف بود، صورت در پایانش یک معطف. همین را شما خودتون در سوال می اندازید، میگه که این المعطف، در کجاست پلتون. در جواب میگوید که هذا هو المعطف. یا دو کس باشید، یک تاتون رو سوال میکنید که این المعطف، دیگرش میگوید که هذا هو المعطف. در مثال دیگه میگه که این الغرفه، کجاست اتاق، خانه در کجاست. میگه هذه هی الغرفه، این همان خانه هست یا این همان اتاق است. ببینید در اینجا فقط یک غرفه آورد، همین همچنین با سوال در آوردش که این الغرفه هذه هی الغرفه، این همان اتاق است. ببینید در اولش هذا هو المعطف گو، به خاطر اینکه معطف مذکر هست، مردانه هست، یگان علامت زنانه نیست. و غرفت را هذه هی گفت، به خاطر اینکه این غرفتون مؤنث است، علامت زنانه داره که این تی که در آخرش میبینید این علامت تأنیث است، علامت زنانه بودنش است. پس میگذاریم به صورت‌های بعدیش، میبینیم که در صورت‌های بعدیش میگوید که ابن، مصلا، مسجد، حمام، صورت، شجرت، نظارت، ابنتون. ببینید اینها صورت ها هستند. پس اینها را هر یک کدامش را به مثل که دو مثالی که آورد انا همون طور میگویید، به مثل همون خودتون کار میکنید و خودتون نوشته میکنید بسیار تا اینکه در یادتون خوب بماند. کدام اینها زنانه هست پس هذه هی میگویید، کدامش که مردانه هست مذکر هست هذا هو گفته بیان میکنید و پیشنهاد میکنید. پس این بود این تدریب. بگذاریم به صحیفه 37، 36 صحیفه خلاص شد و صحیفه 37. در صحیفه 37 میگوید که الوحدة الثانی، یعنی که بخش دوم. در بخش دوم میگه الاسرة، خانواده، خیش تبار نزدیک. الدرس الرابع عشر، درس 14. در درس 14 از کتاب العربية بین يديك و رسیدیم و حالا ما و شما در درس 10 از تعلیم و آموزش زبان عربی هستیم. این درس ما و شما درس 10 هست. میگه که التدریب الثانی، یعنی که مشق دوم، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين، یعنی رد و بدل کن سوال و جواب را همراه هم درست کما فی المثالین، چطوری که در دو مثال هست. این جمله ها را که حالا ما و شما یک تا به یک تا ترجمه نکرده استادیم، به خاطر اونه که اینها را در بخش یکم یک تا به یک تا ترجمه کرده بودیم. برای همین خاطر یک جا میخونیم و ترجمه اش میکنیم و کلمه به کلمه ترجمه نمیکنیم. برای همین خاطر درس های گذشته را چقدر خوب یادداشت میکنید. دو مثال میارد. مثال یکم در میگوید که این سعید، کجا سعید. طلبه یکم میگوید که کجا سعید یا در کجا سعید. طلبه دوم میگوید سعید فی الغرفة یقرأ القرآن، سعید در خانه قرآن را میخواند. سعید در خانه قرآن را میخواند. پس ببینید اینجا گفت که سعید نام را آورد، الغرفة آورد و خلاص، یقرأ القرآن گفت و خلاص. پس همین را شما خودتون باید کار بکنید به مثل که در بالا هست. مثلا سعید شما خودتون در اولش عینه را بمونید، عین سعید، یعنی در کجاش سعید. مثلا غرفتون در جواب بگید که سعید فی الغرفة، سعید در اتاق هست. چیکار میکند؟ یقرأ القرآن، قرآن را میخواند. پس مثال دوم را ببینید. میگه که این سعیدتون، در کجاست سعیده، نام دختر هست. میگه سعیدتون فی الغرفة تقرأ القرآن، سعیده در اتاق است قرآن را میخواند. پس اینجا سعیدتون آورد به مثل همین یکمش، گفت که این سعیدتون، یا عینه را در اولش ماند، یعنی که سوالش کرد در کجاست سعیده. پس در جواب گفت که سعیدتون فی الغرفة، این غرفه فقط غرفه که نوشته است. اینجا گفت که سعیدتون فی الغرفة، یعنی سعیده در خانه هست، در اتاق است. چیکار میکند؟ تقرأ القرآن، قرآن را میخواند. پس ببینید در اینجا یک چیز دیگر خوب در یادتان بگیرید. یقرأ مرد هست، میخواند وی مرد، در اولش یا باشد یقرأ میخواند وی مرد.
تقرأ میخواند وی زن، یعنی که این زنانه هست، مؤنث هست و اینش باشد مردانه هست، مذکر هست و این را خوب در یادتون داشته باشید. و میگذاریم به صورتهای بعدی. در صورتهای بعدی مثلا میگه که صالح مسجد یصلی، صالحتون مصلا تصلی، همه این کلمه رو ترجمه کردگی بدیم. این اول ها نام است. صالح نام آدم است، صالحه نام زن هست. شریف الحمام یتوضأ، شریفة البیت تتوضأ. ببینید همه این کلمه رو ما و شما در درس‌های گذشته ترجمه کرده بودیم. حالا احتیاج به ترجمهش نداریم. شما خودتون این تمرین ها رو بسیار کار بکنید تا اینکه زبان عربیتون قوی بشود. و میگذاریم به صفحه 38. صفحه 37 خلاص شد و میگذاریم به صفحه 38. در صفحه 38 میگه که الوحدة الثانی، یعنی که بخش دوم، الاسرة، یعنی که خانواده، خویش و تبار نزدیک، الدرس الرابع عشر، درسی 14. حالا ما و شما از کتاب العربیة بین یدیک در درسی 14 رسیدیم، لیکن ترتیباتی که ما و شما قرار دادیم حالا در درسی 10 قرار داریم. میگه که التدریب ثالث، یعنی که مشقی سیوم، تمرینی سیوم، تبادل السؤال والجواب مع زمیلک، یعنی که رد و بدل کن سوال و جواب رو همراهی هم درست، کما فی المثالی، چطوری که در مثال است. در اینجا یک مثال آورد برای هم خاطر گفت که فی المثال، یعنی که یک مثال. اگر دو مثال میشد به مثلی گذشته ها میگفت که فی المثالینی، یعنی که در دو مثال. چطوری که ما شما بیان کردیم در اولی در آخری اسم اگر یا و نون همراه که شد تثنیه را در بر میگیره، دو چیز را در بر میگیرد. مثالین یعنی که دو مثال، مثال باشد یک مثال. مثلا میگه که المثال، مثال چی هست؟ مثال میگه طلبه میگه من هذا، کی هست این؟ طلبه دی میگه که هذا والدی عدنان هو مهندس، این میگه پدری من عدنان است و انجینیر است. ببینید در بر صورت آورد که والدون عدنان مهندسون، همین سه کلمه را آورد. همین سه کلمه را در سوال در آورد. یکم گفت که من هذا، یعنی کی هست این؟ در جواب گفت که هذا والدی، این پدر من هست، نامش عدنان هست، هو مهندسون و انجینیر هست. پس در صورت زیر همین مثال را آوردگی هست. مثلا میگید عمون عمرون مدرسون، عم عمر مدرس. این را شما خودتون به مثل این مثال باید کار بکنید. جدون سالمون طبیبون، اخون صالحون طالبون، صدیقون علیون معلمون. پس این کلمه را همچنین ترجمه کردگی هستیم بارها و احتیاج به ترجمه اش نداریم. و کسانی که از اینجا درس رو گوش کرده ایستاده است، از شما خواهش کرده می شود که از درس یکم گوش کردن شروع بکنید تا اینکه این کلمه را معنیشون بدانید که ما بارها این کلمه را ترجمه کردیم. پس میگذاریم به تدریب بعدی. در تدریب بعدی میگوید که التدریب الرابع، یعنی که مشق چهارم، تمرین چهارم. میگوید حول کما فی المثال. حول یعنی تغییر بده، تغییر بده کما فی المثال، چطوری که در مثال است. اینجا یک مثال آورد، برام خود گفت که فی المثال، نگو فی المثالین، در دو مثال، زیرا که یک مثال آوردگی است. میگه المثال، مثال همین است. طلبه یکی میگه هذا والدی عدنان، این پدر من عدنان هست. طلبه دوم میگه که هذا والده عدنان، این پدر وی پسر بچه، هو یعنی که هو، همون هوایی که هست، همون در آخری اسم ده که در آمد واوش حذف کرده میشه، میگه که والده، یعنی که پدری وی پسر، هو. عدنانون عدنان هست. اگر که دختر باشد والدها می شود، هذه والدها. لیکن پسر هست، برای همین خاطر گفت که هذا والدها می شود اگر دختر باشد. لیکن پسر که هست، برای همین خاطر گفت که هذا والده، این پدری وی پسر هست، نامش عدنان است. ببینید در اینجا والدون عدنانون، والدون عدنان را ان همین قدر یک مثال آورد. پس شما خودتون باید اینها را کار بکنید. والدتون خدیجتون، پس اینش
مؤنث است، زنانه است. یک تاش رو برای شما کار کرده میتیم و باقی ماندهش رو خودتون باید کار بکنید. مثلا والدتون میگوی که هذه والدتی خدیجتون، این مادری من خدیجه هست. طلبه یکم میگوید. و طلبه دیگه میگوید که هذه والدتها خدیجتون یا هذه والدته. اگر اشاره به سوی مرد بکند میگوید که والدته، یعنی که مادری وی پسر، والدتها مادری وی دختر، نامش چی است؟ خدیجه است. پس اختون سلمى و عم عثمان، ابن علی، عمتون عایشه، صدیق احمد. پس این را خودتان کار بکنید و خودتان تمرین و مشق بکنید تا اینکه زبان عربی خوب در یادتان بنشیند. و میگذاریم به صفحه بعدی. صفحه 38 خلاص شد، میگذاریم به صفحه 39. در صفحه 39 میگوید که الوحدة الثانی، یعنی که بخش دوم، الاسرة خانواده، خویش تبار نزدیک، الدرس الرابع عشر، درس 14 از کتاب العربیة بین یدیک. لیکن ما شما در درس 10 قرار داریم. حالا ملخص التراکیبی، یعنی که خلاصه ترکیب. ملخص التراکیب یعنی خلاصه ترکیب ها. میگوید که این در رقم 1 میگوید این المعطف، این النظارة، این سعید، این سعیدتون. ببینید همه چیز رو با عینه پرسید. مثلا عینه در کجاست؟ اگر که شکل و لباس رو بپرسید به مثل در اینجا معطف رو پرسید، یعنی که پالتون رو گفت عینه در کجاست؟ پالتون. نظارتون رو پرسید، یعنی که اچکی عینک رو گفت عینه نظارتو، در کجا است اچکی یا عینک. نام مرد رو پرسید گفت عینه سعید، در کجا هست سعید. نام دختر رو هم همچنین گفت که عینه سعیدتون، در کجا هست سعیده. همه چیز به عینه. وقتی بگیم که در کجا هست، به زبان عربی فرق نمیکند که مردانه و زنانه، همش رو به عینه میپرسیم، یعنی در کجا هست. رقم 1. در رقم 2 میگه که من معناش کیست. مین باشد معناش از می شود. وقتی من باشد معنایش کیست می شود. میگه که من هذا، من هذه، من انت، من انتی، من هو، من هی. ببینید میگه که کی هست این، اشاره به سوی مرد. من هذه، کی هست این، اشاره به سوی زن. من انت، کی هستی تو، خطاب به سوی مرد. من انتی، کی هستی تو، خطاب به سوی زن. من هو، کی هست وی، اشاره به سوی مرد. من هی، کی هست وی، اشاره به سوی زن. ببینید همه اینها به من پرسیده است، یعنی کیست. کیست فرق نمیکند بین مرد و زنانش. مرد و زن را بپرسیم با زبان عربی میگیم که من، یعنی کیست. یا من انت، کی هستی تو. پس میگذاریم به رقم 3. در رقم 3 میگوید که هو هی، یعنی در اینجا فرق است، برای خاطر جداش کرد. هو وی، هی وی زنانه، یکمش مردانه. میگوید که یتوضأ طهارت میکند، یصلی نماز میگذارد، یقرأ میخواند. پس ببینید این مردانه شد. پس زنانه در میگوید هی تتوضأ طهارت میکند، تصلی نماز میگذارد، تقرأ میخواند. پس ببینید مردانش در اولش یا دارد، یقرأ، یصلی، یتوضأ. اما زنانش باشه در اولش ت دارد، تقرأ، تصلی، تتوضأ. پس این را خوب در یادتان داشته باشید که مردانه در اولش یا میگیرد، وقتی بگوی میخواند میگوی یقرأ. وقتی زنانه را بگوی در اولش یا ت را میمونی میشود تقرأ، میخواند زنانه. پس اینا خوب در یادتان داشته باشید. و میگذاریم بر رقم 4. در رقم 4 میگوید که رقم 4 در میگوید سعیدون، سعیدتون. مرد سعید نام پسر، سعیدتون نام دختر. فی المسجدی، سعیدون فی المسجدی، سعید در مسجد است. سعیدون فی المصلی، سعید در جای نمازگزاری هست. سعیدون فی الغرفه، سعید در خانه است. سعیدون فی الحمام، سعید در بانیه هست، حمام است. همچنین سعیدتون را همین طور میپرسی. بچه و دختر فرق نمیکند، نامش میمانی، نامش را میگیری، میگویی که مثلا سعیدتون فی المسجد، سعیدتون فی المصلی، سعیدتون فی الغرفه، سعیدتون فی الحمام. همش فرق نمیکنه، فقط نام دختر و پسر در اول که میمونی بعدش همش یک میآید. میگذاریم به رقم 5. در رقم 5
میگد هذا هذه. پس در اینجا فرق است. هذا هذه. میگد هذا هو المعطف، این همان پلتون هست. هذا هو المسجد، این همان مسجد است. هذا هو المصلى، این همان جای نمازگزاری هست. ببینید هذا هو همش با اشاره مردانه مذکر آورد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در این کلمه ها علامت مؤنث زنانه وجود ندارد. و در بعدش میاره میگه هذه هی با زنانه، میگه هذه هی نظارتو، این همان اچکی هست، عینک هست. هذه هی المهندسه، این همان انجینیر زن هست. هذه هی طبیبه، این همان دکتر پزشک زنانه هست. ببینید در اینجا زنانه آورد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این کلمه هر سه هاشون در آخرش ت تانیث دارد، علامت زنانه دارد. نظارتو، مهندستون، طبیبتون. ببینید برای همین خاطر هذه هی آوردش. پس این را همچنین خوب در یادتون بگیرید. اگر که یگان علامتی زنانه نباشد هذا هو میگیم، اگر علامتی زنانه داشته باشد هذه هی میگیم. در یادتون خوب داشته باشید. و میگذاریم به رقم 6. در رقم 6 میگه که هذا مردانه، هذه زنانه. مثلا میگه که هذا والدی عمار، هذا والده عمار، هذا جدی عمار، هذا جده عمار، هذا عمی عمار، هذا عمه عمار. اینا خوب در یادتون داشته باشید. مثلا میگه هذا والدی عمار، این پدر من نامش عمار هست. هذا والده، این پدر وی. نمیشه بگی که والده هو، نه، بلکه والده هو، یعنی که پدر وی عمار هست. هذا جدی، این بابای من عمار هست. هذا جده، این بابای وی، جده هو نمیگیم، جده بابای وی عمار هست. هذا عمی عمار، این عمک من عمار هست. هذا عمه، یعنی که عمک وی نامش چی است؟ عمار هست. ببینید عمه اگر که وی گفتنی باشیم در آخر اسم بیاید عمه میگیم، عمه هو نمیگیم. لیکن در اول باشد میگیم هو عمو، هو عمه، یعنی که وی عمک وی هست. در اول باشد هو عمه نمیگیم، هو. لیکن در آخرش باشد اگر واو گرفته میشود هو نمیگیم بلکه میگیم هو، یعنی عمه، یعنی که عمک وی. این بود مردانه. هذا یعنی مردانه به این طریق گفته می شود. و در رقم 6 زنانش هذه، این میگوید که هذه والدتی آمنه، این مادر من آمنه هست. هذه والدته، این مادر وی، اشاره به سوی پسر هست. اگر دختر باشد هذه والدتها می شود، در آخرش یک الف میمونیم. پسر که هست والدته گفت، یعنی که این مادر آن پسر هست، نامش آمینه هست، نام مادرش آمینه هست. هذه جدتی آمینتون، این مامه من آمینه هست. هذه جدته آمینتون، این مامه وی پسر آمینه هست. اگر دختر گفتنی باشه میگیم که هذه جدتها آمینتون، این مادر وی دختر آمینه هست. هذه عمتی آمینتون، این عمه من آمینه هست. هذه عمته آمینتون، این عمه وی آمینه هست. عمته گفتیم اشاره به سوی مرد. اگر زن گفتنی باشیم در آخرش یک الف رو میمونه میگیم که عمتها. پس بگذاریم بر رقم 7. در رقم 7 میگه که هو، یعنی که وی. میگه که هو طبیبون، وی طبیب هست. هو مدرسون، هو مهندسون، هو طالبون. ببینید همش ده هو گو. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در این یگان علامتی زنانه نیست. اینها همش مردانه است. طبیب مرد است، مدرس استاد مرد است، مهندس انجینیر مرد است، طالب استودنت بچه هست. برای این خاطر هو گفت. در رقم 8 میگه که هی وی طبیبتون. ببینید در آخرش ت تانیث داره، برای خاطر گفت که هی طبیبتون، وی دکتر زنانه هست. هی مدرستون، وی مدرسه هست، استاذه هست. هی مهندستون، هی طالبتون. انا همین طور اینا هم انجینیر زن هست و استودنت دختر هست. برای همین خاطر هی آورد، زیرا که در آخر همه اینا رو ببینید ت هست، علامتی مؤنث بودن، زنانه بودن. برای همین خاطر هی آورد. پس این هست
درسی امروزه ما و شما از کتاب العربیة بین یدیک و با این صفحه 39 خلاص شد و درسی آینده درس 11 هم از صفحه 40 برای شما پیشنهاد خواهیم گردانید و در اینجا درس امروزه را با پایان میرسانیم. یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپاریم. هر کجایی که هستید با قرآن و سنت باشید، هر کجایی که هستید با عقیده اهل سنت و جماعت باشید و همچنین فراموش نکنید که زبان عربی زبان هست، وسیله هست که ما و شما را به اصلی شریعت میرساند که این اصل شریعت چی است؟ قرآن و سنت. پس ما اگر که طلبگار قرآن و سنت باشه، میخواهیم قرآن و سنت را بفهمیم، پس باید زبان عربی را تعلیم بگیریم تا اینکه ما را مردم گمراهان جاهل ها فریب ما نکنن، به خواست خودشان هر چه که دل خودشان میکشن برای ما در سر ما نزنند، بلکه ما خودمان قرآن را و سنت پیامبر، حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم را بفهمیم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. تا درس آینده الله حافظ و مددگارتان. این درس را خوب حفظ بکنید و خوب یادداشت بکنید. جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.